اگه حس میکنی که توی زندگیت از همه عقب افتادی یا سرعت همه از تو بالاتره، نظریه اثر گلوله برفی حلال مشکلته. وقتی یک گلوله برف کوچیکی از بالای کوه رها میشه، اولش خیلی کند و آروم حرکت میکنه، اما همین که پایین‌تر میاد به خاطر حرکت مداوم و جمع شدن برف بزرگتر میشه و سریعتر حرکت میکنه و در نهایت تبدیل به یک بهمن عظیمی میشه. تحقیقات روانشناسی ثابت کرده وقتی یک کاری به صورت مداوم تکرار بشه، مسیرهای عصبی جدیدی توی ذهنت ساخته میشه و کم کم تبدیل به یک عادت ناخودآگاه میشه. اگه هر کاری رو روزانه فقط 10 دقیقه انجامش بدیم، مثل ورزش کردن، زبان خوندن و اون کار رو هر روز انجامش بدیم، باعث میشه که سرعتمون شتاب بگیره و افزایش اعتماد به نفس داشته باشیم. بعد چند هفته یا چند ماه همون کاری که اصلا انگیزش رو نداشتی یهو به خودت میای و میبینی شده بخشی از وجودت. یعنی بدون اینکه بفهمی داری قوی و بزرگتر میشی. پس اصلا مهم نیست که سرعتت چقدره، مهم اینه که همیشه یک کوچولو جلوتر بری تا تبدیل بشه به همون بهمن عظیمی که قرار مسیر زندگی تو تغییر بده.